سلام به همه شما عزیزان. در این ویدیو با 8 فیلم جذاب و پرطرفدار آشنا می‌شوید که از روی بازی‌های ویدئویی ساخته شده‌اند. آیا نسخه سینمایی بازی مورد علاقتان با دیده اید؟ جهانی که دیگر شباهتی به گذشته ندارد، جایی که طبیعت تمدن را بلعیده و انسان را تهدید می‌کند. 20 سال از شیوع یک قارچ مرگبار می‌گذرد. قارچی که انسانها را به موجوداتی دیوانه و وحشی تبدیل کرده. در میان این دنیای پوسیده مردی به نام جوئل زندگی می کند. مردی زخم خورده از گذشته، سرد و بی احساس. اما وقتی دختری به نام الی وارد زندگیش می شود، همه چیز تغییر می کند. الی متفاوت است. او مسون است. تنها امیدی که بشریت دارد. جوئل وظیفه دارد الی را از میان شهرهای ویران، خطرات مرگبار و انسانهایی که وحشی تر از هیوله‌ها شده اند عبور دهد. در این سفر آنها نه تنها با دنیای بیرون بلکه با شیاطین درون خود نیز روبرو می شوند. این داستان تنها درباره بقا نیست، درباره عشق، فداکاری و انتخاب‌هایی است که روح انسان را می سازند و نابود می کنند. این داستان The Last of Us است. گنج‌های افسانه‌ای، نقشه‌های پنهان و دنیایی پر از رمز و راز. نیتان دریک تنها یک یتیم کنجکاو است، اما سرنوشتش چیز دیگری برایش رقم زده. وقتی با ویکتور سالیوان، مردی هیله‌گر اما وفادار آشنا می‌شود، وارد دنیایی می‌شود که در آن اعتماد کمیاب‌تر از طلاست. در جستجوی گنجی که ماجلان قرنها پیش پنهان کرده، نیتان باید از سد دشمنانی بیرحم، معماهای مرگبار و خیانت‌های پنهان عبور کند. اما در دل این سفر، تنها چیزی که بیشتر از طلا ارزش دارد، خودشناسی است. در این نبرد میان طمع و حقیقت، ما شاهد تولد یک قهرمان می‌شویم. این داستان آنچارتد است. وقتی علم فراتر از اخلاق پیش برود، فاجعه‌ای متولد می شود. شرکتی به نام آمبرلا ویروسی خلق می کند که مرگ را پایان نمی داند و انسانها را به زامبی‌های گرسنه تبدیل می کند. در میان این هرج و مرج، الیس بیدار می شود. زن مرموزی با گذشته‌ای پاک شده و قدرتی فراتر از معمول. او تنها نیست. هیولاهای جهش یافته، آزمایش‌های شیطانی و جهانی که به پایان خود نزدیک است، او را احاطه کرده‌اند. الیس نه تنها باید با دشمنانش که با گذشته تاریک خودش نیز روبرو شود. این نبردی میان بقا و نابودی است. این داستان رزیدنت ایول است. گاهی برای نجات عزیزانمان وارد تاریک‌ترین مکان‌ها می‌شویم. رز، مادری ناامید، در جستجوی دخترش شارون، پا به شهری مه‌آلود به نام سایلنت هیل می‌گذارد. شهری متروکه که بیشتر شبیه کابوس است تا واقعیت. با خیابان‌های خالی، سایه‌های متحرک و هیوله‌هایی که از دل گناه متولد شدند. رز کم کم در می‌یابد که این شهر انعکاسی از رنج‌ها، دردها و گناهان یک کودک است. کودکی که گذشته‌اش با آتش، خون و نفرین گره خورده است. در سایلنت هیل حقیقت همانقدر ترسناک است که خیال، و تنها کسانی نجات می‌یابند که با ترسشان روبرو شوند. زمان خطی نیست. گذشته درون خون ما زنده است. کالم لینچ، مردی محکوم اعدام، ناگهان وارد دنیای پنهان می‌شود. جایی که خاطرات اجدادش با فناوری دوباره زنده می‌شوند. او از طریق دستگاهی به نام آنیموس وارد ذهن اجدادش در قرن 15 اسپانیا می شود و خود را در نقش یک قاتل مخفی می بیند. آگیلار.
جنگی قدیمی میان فرقه قاتلان و تمپلارها در جریان است. تمپلارها به دنبال کنترل مردم با سرکوب آزادی هستند. اما قاتلان نگهبانان اراده آزاده بشر هستند. در این سفر میان گذشته و حال کال می‌آموزد که قدرت واقعی در آزادی انتخاب نهفته است و تاریخ تنها با شمشیر نوشته نمی شود بلکه با ایمان. این داستان اساسینز کرید است. دو دنیا، یک دروازه و سرنوشتی که بر تیغه شمشیرها حک شده است. سرزمین آزروس در آستانه فروپاشی است. نژاد جنگجوی اورک‌ها از دنیایی رو به نابودی برای بقا پا به این سرزمین می‌گذارند. اما آزروس خانه انسان‌ها، الف‌ها و جادوگران است. و حالا نبردی آغاز می‌شود که نه تنها سرنوشت ملت‌ها بلکه مفهوم خیر و شر را زیر سوال می‌برد. در میانه جنگ دو روح از دو جهان مختلف می‌کوشند تا صلح را حفظ کنند. وارکرافت فقط درباره جنگ نیست، بلکه درباره درک، فداکاری و یافتن امید در دل تاریکی است. افسانه‌ای که از بازی آغاز شد و حالا روی پرده زنده شده است. او وارث امپراتوری بزرگ است، اما قلبش همیشه دنبال ماجراجویی بوده. لارا کرافت دختری مستقل و نترس برای یافتن پدر گم شده‌اش وارد جزیره‌ای مرموز می شود. جزیره‌ای که رازهایی تاریک و نفرین شده را در دل خود پنهان کرده است. لارا تنها نیست. طبیعت خشن، دشمنان مرگبار و معماهای مرموز او را احاطه کردند. اما او با اراده، هوش و شهامت راهش را باز می کند و از دختری گم شده به اسطوره‌ای شکست ناپذیر تبدیل می شود. توم ریدر داستان تولد یک قهرمان است، زنی که با دستان خالی تاریخ را به چالش می کشد. وقتی شنها زمان را در مشت می‌گیرند، سرنوشت تغییر می‌کند. شاهزاده‌ای جوان به نام دستان به اشتباه متهم به خیانت می‌شود. اما سرنوشتش به خنجری جادویی گره خورده. خنجری که قدرت بازگرداندن زمان را دارد. او به همراه شاه دختی مرموز تلاش می‌کند تا از خیانتی بزرگ پرده بردارد و گذشته را اصلاح کند پیش از آن که آینده نابود شود. در دل صحرا میان سحر و شمشیر دستان باید بیاموزد که گاهی حتی قدرت زمان هم نمیتواند جلوی قلب انسان را بگیرد. این افسانه‌ای فراتر از زمان است. این داستان پرنس آف پرشیا است. این هم از معرفی فیلم هایی که از روی بازی های ویدئویی ساخته شده بودند. اگر از ویدئو لذت بردید، ویدئو رو لایک و چنل رو ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدئوهای بعدی مطلع شوید.